تا الان برات پیش اومده تو یه موضوعی گاف بدی، اشتباه کنی که همه بگن از تو بعید بود؟ یعنی توی اون موضوع تو امکان نداشت که اشتباه کنی، امکان نداشت گول بخوری، ولی یه جایی اینو میخواستم. پاتوژن حقیقی، میکروارگانیسمی که قادر است در یک میزبان با سیستم ایمنی سالم نیز بیماری ایجاد کنند. یعنی این که امکان نداشت اشتباه کنی، ولی اون پاتوژن حقیقی بوده. اون میتونست حتی یه سیستم ایمنی قوی رو درگیر کنه. اون خیلی مریض تر از تو بود، اون خیلی 7 خط تر از تو بوده، اون خیلی آدم اشتباه تر و سمی تری بوده. تو از هر کسی تونستی قصر در بری، ولی گول این یکی رو خوردی. تو بد نبودی، تو ضعیف نبودی، تو کم نبودی، تو هوش کمی نداشتی، تو ایکیو کمی نداشتی، فقط اون آدم زیادی بد بود. تو هیچ راهی جز اشتباه کردن نداشتی. خودتو مقصر ندون، اعتماد به نفس تو پایین نیار. میبینی خیلی مرزه بین بیماری ها، درمان ها، پزشکی، سلامتی و روانشناسی باریکه. مرزه بین زندگی و درونت باریکه. میگم این هسته های انار میدونستید اصلا هضم نمیشن ولی فیبرن لازمن برای بدن؟ ما اصلا آنزیمی که اینا تجزیه بشن رو نداریم تو بدنمون، ولی لازمه بخورید. همیشه همراه غذاتون فیبر بخورید.